أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه 6 درس گرفتیم. امروز باشد با عون و یاردم الله تبارک و تعالی درس هفتم از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه را به سمع شما دوستداران اعراب تقدیم خواهم گردانید. پس درس هفتم ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب الفاعلی، باب در مسئله فاعل می باشد. پس اعراب این کلمه چند وجه اعراب جایز است، خلاصه اش می کنیم. اول باب الاعرابی، بابو خبری مبتدای محذوف، تقدیر کلام هذا باب الفاعلی. باز هم باب الفاعلی، بابو مبتدا خبرش محذوف، تقدیر کلام باب الفاعلی هذا محله. و وجه سیوم باب الفاعلی، تقدیر کلام اقرأ باب الفاعلی. و وجه چهارم که کوفی ها اجازت می دهند و بصری ها اجازت نمی دهند، حذف کردن حرف جر که باب الفاعلی بخونیم. پس در نزد کوفی ها جایز است باب الفاعلی گفتن، اما بصری ها این را جایز نمی دانند. پس باب الفاعلی به مذهب کوفی ها اقرأ من باب الفاعلی، یا که فی باب الفاعلی، اقرأ فی باب الفاعلی، یا استفید من باب الفاعلی. پس این هست تقدیری 4 وجه اعرابی که در باب الفاعل گفتنش جایز می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید الفاعل هو الاسم المرفوع المذکور قبله فعله. پس می گوید فاعل اون اسم است و مرفوع است و ذکر شدگی باشد پیش از خودش فعلش. پس اعراب این کلمات الفاعل، پس میگوییم الفاعل مبتدا مرفوع. هو، در مسئله هو چند اعراب ها داریم ما؟ یا 3 اعراب داریم، 2 تاش قابل قبول و 1 تاش ضعیف می باشد. هو را میتونیم ما مبتدای دوم بگیریم، هو مبتدا ثانی، الاسم خبر برای مبتدا ثانی. پس هو الاسم مبتدا ثانی مع خبره، خبر برای مبتدا الفاعل. این یکم وجه. و وجه دوم، هو را ما ضمیر فصل میگیریم. قول راجح هم همین است و قول اصح هم همین است که ما این هو را ضمیر فصل مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب بگیریم. پس الاسم را خبری الفاعل بگیریم. این قول راجح و صحیح تر می باشد. اما وجه سیوم هو را اعراب کردن که بدل از الفاعل گرفتن، بدلش بگیریم. پس این قول ضعیف است، اما بعضی ها این را هم جایز می دانند. پس می شود که هو را بدل از الفاعل بگیریم، بدل الفاعل. پس الاسم در اینجا خبر می شود. پس الاسم خبر که باشد، المرفوع نعت یکم الاسم، المذکور نعت دوم الاسم، قبل ظرف منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، قبل مضاف الها
ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. پس قبله ظرف متعلق به المذکور. مذکور اسم مفعول است، میتواند که متعلق بشود. فعلو این نائب الفاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره هست. فعلو نائب فاعل است، پس کنی عامل فعلو المذکور اسم مفعول است. اسم مفعول اصل از فعل مجهول گرفته می شود، اسم فاعل از فعل معلوم و اسم مفعول از فعل مجهول گرفته می شود. پس مرفوعی که بعد از اسم فاعل بیاید فاعل است و مرفوعی که بعد از اسم مفعول بیاید آن نائب فاعل است، زیرا اینکه از فعل مجهول گرفته شده که است، پس نائب فاعل می باشد. پس المذکورو عمل فعلش را کرده که یذکرو فعله نائب فاعل، یعنی همون مذکورو اسم مفعول می باشد. پس فعل مضاف، الهاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. پس این بود اعرابی الفاعل هو الاسم المرفوع المذکور قبله فعله. بعد از این صاحب کتاب میگوید و هو علی قسمین ظاهر و مضمر. میگوید که پس همین فاعل به دو قسم تقسیم می شود، ظاهر است و مضمر هست. پس و هو علی قسمین، واو در این جواب استئنافیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. هو مبتدا هست، ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، علی حرف جر مبنی علی السکون لا محل، قسمین اسم مجرور و علامت جره الیاء نیابة عن الکسرة لانه مثنى و النون قسمین، نون که در آخرش است عوض عن التنوین فی مفرده. پس علی قسمین الجار و المجرور متعلقان بکائن، خبر برای هو که مبتدا بود، علی قسمین الجار و المجرور متعلقان بکائن خبر می باشد. ظاهرین اگر کسرت خوندیم، پس ظاهرین بدل المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره و مضمرین و حرف عطف مضمرین معطوف على المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره، مضمرین عطف شده جای ظاهرین. این یک وجه اعراب. وجه دویم اعراب را داریم، همچنین بتونیم بگیم ظاهرون و مضمرون. پس اگر که ظاهرون گفتیم، ظاهرون خبر للمبتدا المحذوف مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره می باشد. پس تقدیر کلام احدهما ظاهر و مضمرون ده میگیم و ثانیهما مضمرون. پس این طور تقدیری کلام می باشد. احدهما ظاهر، احد مبتدا مرفوع مضاف، هما ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه، ظاهرون خبر از احدهما می باشد، خبر احدهما می باشد. و مضمرون و حرف عطف، مضمرون همچنین خبر برای مبتدای محذوف است، یعنی که ثانیهما مضمرون. ثانی مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل. ثانی مضاف، هما ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. پس مضمرون خبر ان همون ثانیهما می باشد، خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. این دویم وجه اعراب. سوم وجه اعراب جایز است اما فقط در قبیله ربیعه بس. جایز است سوم وجه اعراب هم اما خاص قبیله ربیعه می باشد. پس اگر قبیله ربیعه خطی خونده میگیم ظاهرا و مضمرا، زیرا که قبیله ربیعه را ما بیان کرده بودیم در درس‌های گذشته که اونها حالت نصب رو به الف می نویسند. ظاهرا دو تا تنوین فتحه می مانند، الف رو نمی نویسند. در شکل به مثل مرفوع می نویسند قبیله ربیعه. پس اگر به قبیله ربیعه بگیریم ظاهرا و مضمرا هم جایز و درست است.
غیر قبیله ربیعه قطعی جایز نمی باشد. اگر قبیله ربیعه قطعی بگیریم ظاهرا مفعول به برای فعل محذوف می باشد، یعنی اعنی ظاهرا، اعنی ظاهرا. پس مفعول به برای اعنی می باشد و مضمرا عطف در جای ظاهرا می باشد. پس این بود وجه های اعرابی و هو علی قسمین ظاهرین و مضمرین یا ظاهرون و مضمرون یا ظاهرا و مضمرا. پس این بود طریقه اعراب کردنشان. بعد از این صاحب کتاب میگوید فالظاهر نحو قولک قام زید و یقوم زید و قام زیدان و یقوم الزیدان و قام الزیدون و یقوم الزیدون و قام الرجال و یقوم الرجال و قامت هند و تقوم هند و قامت الهندان و تقوم الهندان و قامت الهندات و تقوم الهندات و قامت الهنود و تقوم الهنود و قام اخوک و یقوم اخوک و قام غلامی و یقوم غلامی و ما اشبه ذلك. پس این هست کلمات. پس این معنای این برای یکی یکی ما و شما معلوم است که پس مبتدا گو بعد قسم تقسیم می شود. یکیش ظاهر است مانند نحو قولی که قام زیدون، خیز زید تا آخره دیگر این جملات ترجمه اشان معلوم است. اما اعرابش چی است؟ فالظاهر فای فصیح مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الظاهر مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة نحو خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة نحو مضاف قولی مضاف الیه باز قولی مضاف الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. پس این هست اعرابی الظاهر نحو قولیک. الظاهر مبتدا است نحو خبر یعنی همین الظاهر خبر یعنی همین مبتدای الظاهر. پس این بود اعرابش. اما قام زیدون، قام زیدون اول خودش رو جداگانه اعراب میکنیم. میگیم قام فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب زیدون فاعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. اگر قام زیدون جمله، این جمله چی میشود؟ اعراب جمله. این جمله را اعرابش مقول قول میشود. قام زیدون جمله فعلیه فی محل نصب مقول قول یعنی قولیک نحو قولی. این قولی مصدر یعمل عمل فعله. پس قام زیدون جمله فعلیه فی محل نصب مقول قول اعراب می شود و باقی مونده همش عطف می شود در جای انمین مقول قول. عطف می شود در جای مقول قول که مفعول به قال می باشد. و یقوم زیدون و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ويقوم زيد جملة فعلية في محل نصب مقول قول. عطف است در جای قام زیدون که مقول قول بود. جملة الفعلية معطوف در جای قام زیدون مقول قول. وقام الزيداني و حرف العطف قام فعل ماضي الزيدان فاعل مرفوع علامة رفع الالف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوضا عن التنوين في مفرده. وقام الزيداني جملة فعلية عطف در جای قام زيدون مقول قول. عطف در جای مقول قول که قام زيدون محلش مقول قول بود. و يقوم الزيداني و حرف عطف يقوم فعل مضارع الزيداني فاعل مرفوع و یقوم الزیدانی این هر دو این جمله فعلی عطف است در جای قام زیدون که مقول قول بود. و قام الزیدون قام فعل ماضی الزیدون فاعل مرفوع و علامة رفع الواو نیابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم و النون عوض عن التنوين في مفرده. و قام الزیدون قام الزیدون جمله فعلیه عطف است در جای قام زیدون که مقول قول بود. و یقوم الزیدون و حرف عطف یقوم فعل مضارع الزیدون فاعل
و یقوم الزیدون جمله فعلی عطف است در جای قام زیدون که مقول قول بود. و قام الرجال و حرف عطف، قام فعل ماضی، الرجال فعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع التكسير. وقام الرجال، قام الرجال جملة فعلية معطوف على قام زيد في محل نصب، معطوف على المنصوب منصوب، وعلامة جملة فعلية معطوف على المنصوب، زیرا که قام زیدون مقول قول است محلش نصب می باشد. و یقوم الرجال و حرف عطف مبنی على الفتح لا محل، یقوم فعل مضارع، الرجال فاعل، یقوم الرجال جمله فعلی عطف از جای قام زیدون في محل نصب مقول قول. و قامت هند و حرف عطف، قامت، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، التاء حرف علامة التانیث لا محل له من الاعراب، این تا حرف علامت مؤنث بودن فاعل است، این فاعل شده نمیتواند زیرا اینکه این ضمیر نیست. پس هندون فاعل مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهرة على آخره. پس میتونیم ما بگیم هندون، میتونیم بگیم هندو، زیرا که کلمه هند دو وجه خواندنش جایز است. میتونیم که منصرفش بخونیم بگیم هندون تنوینش بتیم، میتونیم که غیر منصرفش بخونیم بگیم که هندو غیر منصرف است، تنوین قبول نمیکند. سببی قبول نکردن تنوینش العلمیت و تأنیث می باشد. العلمیه و مؤنث بودن که هر علم مؤنث سه حرفه بینش ساکن باشد دو وجه خواندنش جایز است و قول راجح اون تنوین دادنش است، یعنی منصرف خواندنش قول راجح است. اما قول دیگر هم هست که میتونیم غیر منصرفش بخونیم بگیم که هندو غیر منصرف. پس قامت هندون جمله فعلی عطف است در جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول. و تقوم هندون و حرف عطف، تقوم فعل مضارع، هندون فاعل، تقوم هندون عطف است در جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول. و قامت الهندانی، و قامت الهندانی و حرف عطف مبنی على الفتح لا محل، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل، التاء علامة التأنيث، علامة التأنيث مبني على السكون، حرك بالكسر للالتقاء الساكنين. یعنی قامت اصلا باید ت باشد، ساکن باشد، اما چرا کسره شد؟ میگید که قامت التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون حرك بالكسر للالتقاء الساكنين. برای قامت ساکن، الهند لام ساکن، بسبب التقاء ساکنین تی مؤنث را، تی علامت تانیث را کسره دادیم. پس میگوی که التاء حرف علامت التانیث مبنی على السکون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الهندان فاعل مرفوع و علامت رفع الالف، النون عوض عن التنوین في مفرده. پس و قامت الهندانی عطف است در جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول. و تقوم الهندانی و حرف العطف، تقوم فعل مضارع، الهندانی فاعل، و تقوم الهندانی همچنین عطف است در جای قام زیدون فی محل نصب مقول قول. و قامت الهندات، قام فعل ماضی، التاء علامة التأنيث مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. و الهندات فاعل مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع المؤنث سالم. و قامت الهندات جملة فعلية عطف است در جای قام زیدون في محل نصب مقول قول. و تقوم الهندات و حرف عطف، تقوم فعل مضارع، الهندات فاعل، تقوم الهندات جمله عطف است در جای قام زیدون في محل نصب مقول قول. و قامت الهنود و حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، قام فعل ماضي مبني على الفتح، التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الهنود فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع التكسير. وقامت الهنود جملة فعلية عطف است در جای قام زیدون
في محل نصب مقول قول. و تقوم الهنود واو حرف عطف، تقومو فعل مضارع، الهنود فاعل و تقوم الهنود همچین عطف است در جای قام زیدون. و قام اخوک واو حرف عطف، قام فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، اخوک اخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أخو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. پس قام أخوك جملة فعلية عطف است جای قام زيدون في محل نصب مقول قول. ويقوم أخوك واو حرف عطف، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمه، اخو فاعل مرفوع علامة رفع واو لانه من الاسماء الخمسة، اخو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. ويقوم اخوك عطف است جای قام زيدون مقول في محل نصب مقول قول. وقام غلامي واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل، قام فعل ماضي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. غلامي مضاف، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقام غلامي جمله عطف است در جای قام زيدون في محل نصب مقول قول است. در اینجا ما گفتیم که غلامی فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل. اشتغال المحل یعنی حرف میم بند است، مشغول است، زینیت است برای حرکتی مناسب برای یا ما قبل خودش کسره طلب میکند. وقتی که در آخر یا کی آمد میم حرکت مناسب به یا گرفت، اکنون دیگر اعراب باید ما حرکت چه بتیم، یا حرف دو حرکت قبول نمی کند. از همین حساب ما میگیم که منع من ظهور اشتغال المحل یعنی بند بودن و زینید بودن میم به حرکت مناسبه، یعنی به حرکت موافق طوری برای میم یا به حرکتی که مناسب است برای یا، به حرکتی که مناسب برای یا هست بند است. برای این خاطر میگیم که ضمه مقدره است، یعنی در تقدیرش ضمه هست. و یقوم غلامی واو حرف عطف، یقوم فعل مضارع، غلامی فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. غلام مضاف، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه می باشد. پس و یقوم غلامی جمله عطف است در جای قام زیدون. و ما اشبه ذلك در بعض کتاب ها هست و در بعضی ها نیست و در هر کتابی هم باشد اگر و ما اشبه ذلك واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، ما موصوله مبني على السكون، ما موصوله است مبنی على السکون می باشد. پس این ما رو عطف میکنیم در جای خبر نحو قولی که نحو در جای خبری نحو میتونیم عطفش کنیم. فالظاهر ما اشبه ذلك می شود تقدیر کلام. فالظاهر ما اشبه، فالظاهر مبتدا، ما اسم موصول مبنی على السکون في محل رفع میگیم معطوف على المرفوعی، مرفوع پس معطوف است در جای مرفوع، در محل نصب در محل رفع مرفوع هست زیرا اینکه مبنی است. و ما در اینجا عطف است در جای خبر نحو ده که فالظاهر نحو قولک بود. اشبه فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب و فاعله ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به ما موصوله ده برمیگردد. ذالک ذا اسم اشاره مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به اشبه، لام مبنی علی الکسر لام بعد لا محل، کاف مبنی علی الفتح کاف خطاب لا محل. پس اشبه ذالک جمله فعلی صله ما موصوله لا محل له من الاعراب. اگر که در کدام کتابی هم باشد و ما اشبه ذالک اعرابش چنین می شود، اگر که کدام کتابی در نباشد خوب نیست. پس این هست اعراب این
عبارات که بیان کردیم. بعد از این صاحب کتاب میگوید والمضمر 12 نحو قولک ضربت و ضربنا و ضربت و ضربت و ضربتم و ضربتم و ضربتن و ضرب و ضربت و ضرب و ضربو و ضربنا. اکنون اینم دیگر ترجمهش آسان است. مضمر میگه 12 تا است، مانند سخلت که میگوی زدم من دیگه تا آخر. خب والمضمر 12 والمضمر 12 اعرابش واو رو میتونیم بگیم که واو حرف العطف، این واو عطف کرده است المضمر را در جای الظاهرو فالظاهرو نحو قولک که بود عطف شده است در جای الظاهرو، میتونیم حرف عطفش بگیم. میتونیم واو رو در اینجا واو استئنافیه بیانیه بگیریم از جواب برای سوال مقدر که کسی ما رو سوال کرد که پس دویم قسمی نائب فاعل، دویم قسم فاعل چی هست؟ دویم قسم فاعل چی هست؟ پس گفتیم که المضمر 12 هست. گفته بیان جواب سوال همون مضمر را، سوال همون مقدر را ما بیان کردیم. پس واو بیانیه استئنافیه بیانیه هست. درباره استئنافیه بیانیه در درس‌های گذشته به تفصیل صحبت کردگی که هستیم. برای هم خاطر خلاصش همین که واو رو میتونیم حرف عطف بگیریم یا میتونیم استئنافیه حرف استئنافی بیانیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب بگیریم. المضمر مبتدا می شود مرفوع علامت رفع ضمه الظاهره 12 اثنا خبر مرفوع و علامت رفع الالف. اینجا 12 خبر مضمر مبتدا بود، اثنا خبر مرفوع است، علامت رفعش الالف است نیابتا عن الضمه لانه ملحق بالمثنى، زیرا که اثنا ملحق به مثنا هست، چطوری که مثنا را علامت رفعش الف بود پس ملحق به مثنا را هم علامت رفعش الف می باشد. پس اثنا ملحق به مثنا است، علامت رفعش الف است. 10 ای به مثل در مقام در عوض نونی اثنانی می باشد مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. این 10 در مکانی نون می باشد، چطوری که اثنانی نون لا محل هست پس این 10 هم مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب می گوید. پس این بود والمضمر 12. بعد از این نحو قولک نحو را ما میتونیم بگیم که خبر مبتدای محذوف تقدیر کلام ذالک نحو قولک ذا مبتدا لام لام بعد کاف کاف خطاب، نحو خبر یعنی همون ذا اسم اشاره و نحو مضاف قول مضاف الیه قول مضاف کاف در محل جر مضاف الیه. این یک اعراب. میتونیم بگیم نحو قولک، نحو هم گفته میتونیم. اگر نحو گفتیم اعنی نحو قولک، اعنی فعل و فاعلش ضمیر مستقر انا، نحو مفعول به برای اعنی می شود و نحو مضاف قول مضاف الیه قول مضاف و کاف مضاف الیه اعراب می شود. پس نحو هر دوش گفتن جایز و درست می باشد. بعد از این میگه ضرب فعل ماضی مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، تا در محل رفع فاعل است. پس ضربت جملة فعلية في محل نصب مقول قولك، این قول مصدر است عمل میکرد عمل فعل شه. پس ضربت جمله فعلی مقول در محل نصب مقول قول می باشد. و ضربنا و حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ضربنا ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. و ضربنا جملة فعلية عطف است در جای ضربت في محل نصب مقول قول. و ضربت و حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك لا محل له من الاعراب. و التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. و ضربت هم چیز عطف در جای ضربت مقول قول في محل نصب مقول قول. و ضربتي و حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك لا محل له من الاعراب.
و التاء ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل رفع فاعل. و ضربتی همچنین عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول. و ضربتما واو حرف عطف، ضربتما. این ضربتما رو میتونیم دو طریق اعراب بکنیم. دو طریق اعراب کرده برامون جایز است، اما اول اعراب آسانترش رو میکنم، بعد اعراب کمی قینترش که میتونه در یادتون بگیرید آن قینتر رو. همچنین آسانترش همین است که میگوید که و ضربتما، ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون اتصال بضمیر رفع المتحرک، تما ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. خلاص شد، اعرابش همین قدر است. این آسانش است. پس میگه ضربتما عطف است در جای ضربتو که این فی محل نصب مقول قول می شود. اما قینترکش اگر بگیریم و ضربتما با این طریق اعراب میکنیم. ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون اتصال بالضمیر رفع المتحرک، تو میگم التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. میم حرف عماد مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الف مبنی علی السکون دال علی التثنیه لا محل له من الاعراب. پس میم را حرف عماد میگویند، این الف را الفی دلالت بر تثنیه میگویند. هر دینا لا محل له من الاعراب، فقط تو فاعل است و بس. پس این هم یک اعراب است. بعضی همین طور اعراب میکنن، پس میتونید این را در یادتون بگیرید. پس هر دوش هم جایزه. می حرف عماد است. حرف عماد یعنی که میمی که بعدش اومدگی است تکیه کرده به این و باوری کرده به میم، بعدش الف می آید. اگر که همون میم نباشد بعد اون الف رو آورده نمیتونیم، برای خاطر میم آوردن در اینجا. این بود اعرابی کمی دشوارترش. و ضربتم و حرف عطف، ضربتم ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون. تم دو اعراب کرده میتونیم. همچنین میتونیم بگیم که تم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، این یک اعراب. اعراب دوم تم رو میگیم التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. میم علامت الجمع مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. میم علامت جمع مذکر و لا محل له من الاعراب میباشد. این دوم اعراب، هر دینو جایز است. و آسانترش تم را بگیم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. و ضربتم جمله فعلیه فی محل نصب، عطف است در جای ضربتو که در محل نصب مقول قول می باشد. و ضربتن ضرب فعل ماضی و حرف عطف مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون اتصال بالضمیر رفع المتحرک. تن همچین دو اعراب داریم. میتونیم بگیم تن ضمیر متصل، اول آسانش رو میگوییم، ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. این آسانش است. و اعراب دوم تن را میگیم التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. و نون علامت جمع النسوتی، علامت جمع زنانه می باشد. این نون علامت جمع زنانه هست، فقط تا فاعل است در اعراب بعضی ها. اما ما هر دوش یک جا میگیم تن ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. پس ضربتن این جمله فعلی عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول می باشد. بعد از این میگه و ضرب و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. و فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو. در تحت ضرب یک تا هو ضمیر مستتر است. پس ضرب جمله فعلیه عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول. و ضربت و حرف عطف ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتح. التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من الاعراب. و فاعله ضمیر مستتر تقدیره هي. در تحت ضربت فاعلش هی است. این ته فاعل شده نمیتواند، این علامت از حرف است. پس فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هي می باشد. و ضربت اکنون ضربت جمله فعلیه فی محل نصب عطف است در جای ضربتو مقول قول.
و ضرب واو حرف عطف، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، الالف ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعل، یعنی الف در محل رفع فاعلی ضربا می باشد. پس ضربا جمله فعلیه عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول. و ضربا مذکر آورد مؤنث رو نه آورد، مؤنث رو میگوییم برای اعرابش کمی فرق میکند. و ضربتا، و ضربتا میگم ضرب فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، التاء حرف مبنی على السکون علامة التأنیث، التاء علامة التأنیث مبنی على السکون حرک لالتقاء الساکنین. ضربتا تر حرکت چه میبینید این اصلا مبنی علی السکون است، حرک لالتقاء الساکنین، اینجا ت ساکن الف بعدش ساکن و تر حرکت دادیم، پس اعرابش در همین ت کم فرق میکند، باید خود دقت بتید. اتا ضربتا، اتا حرف علامة التأنیث مبنی علی السکون حرک لالتقاء الساکنین، حرک بالفتح لالتقاء الساکنین، حرک بالفتح لالتقاء الساکنین. پس این بود اعرابی ت. و الفش به مثل همین الف ضربا دا گفتیم همین است که مبنی علی السکون فی محل فاعل می باشد. و ضربو و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، ضربو، ضربو فعل ماضي مبني على الضم، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بالضمير بواو الجماعة، لاتصاله بالضمير بواو الجماعة. ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، این ضمه برای مناسبت واو هست، برای خاطر مبنی على الضم میگوییم. الواو ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعلی ضربو می باشد. الالف، این الف یک در آخر هست، این را میگن الفی فارقه، این الف الفی فارقه می باشد، این محل اعراب ندارد. و ضربو جمله فعلیه عطف است در جای ضربتو فی محل نصب مقول قول. و ضربنا و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، ضربنا ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك، النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. پس ضربنا جملة فعلية في معطوف در جای ضربتو، عطف شدگی در جای ضربتو في محل نصب مقول قول. پس این بود و المضمر 12 نحو قولک تا آخر اعراب هایش. با همین باب الفاعلی را با آخر رساندیم، اعراب باب الفاعل با آخر رسیده. بعد از این صاحب کتاب میگوید باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. پس در مثل یعنی ترجمهش بابی مفعولی که فاعلش ذکر شدگی نیست، یعنی بابی نایب فاعل، منظورش بابی نایب فاعل می باشد. اکنون اعرابی بابو برای ما و شما معلوم است. بابو میتونه بگیم که خبر برای مبتدا محذوف است، تقدیر کلام هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. میتونه بگیم بابو مبتدا از خبرش محذوف است، تقدیر کلام باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا محله. میتونیم بخونیم بابا در این صورت مفعول به برای فعل محذوف است، تقدیر کلام اقرأ باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. میتونیم بخونیم بابی فقط در مذهبی کوفی ها که بصری ها اجازتش نمیتین حذف کردن حرف جر را در نزد کوفی ها جایز نیست، اما در نزد بصری ها جایز نیست، اما کوفی ها جایز میدونن. پس به مذهبی کوفی ها میتونیم بخونیم که باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، اما بابی که خوندیم پس تقدیر کلام اقرأ فی باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، یا که استفید من باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. پس این طور اعرابی بابو، بابا، بابی با تمامی تقدیراتش بیان کردیم که با تفصیل در گذشته اعرابشون کرده بودیم. بعد از این میگذاریم در عباره بعدش میگه که و هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر، یا که در بالا بابو را اعراب کردیم که المفعولی، بابو مضاف، المفعولی مضاف الیه، الذي
الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل جر نعت می شود برای المفعولی. نعت المجرور در محل جر نعت می شود. لام حرف نفی و جزم و قلب مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يسمى فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف الالف والفتحة قبلها دليل عليها. وفاعل نائب الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. فاعل مضاف الها ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه. پس لم يسمى فاعله جملة فعلية صلة الموصولة لا محل له من الاعراب می باشد. اینجا لم يسمى فاعله صله الذي هست. این بود اعراب پره این کلمات. در پایان میگوید و هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. و اون یعنی که نایب فاعل اسم مرفوع است که لم یذکر معه فاعل، یعنی که فاعلش همراهش ذکر شدگی نیست. فاعلش همراهش ذکر شدگی نیست. پس اعرابش و هو واو استئنافیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. واو استئنافیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب می باشد. استئنافیه نحوی است. لا محل له من الاعراب. در گذشته استئنافی بیانی و استئنافی نحوی را با تفصیل بیان کرده بودیم. پس هو ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. هو مبتدا است. الاسم خبر مرفوع. المرفوع نعت الاسم نعت اول مرفوع. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت ثان برای الاسم. الذي اسم موصول در محل رفع نعت دومی الاسم می باشد. لام حرف نفی و جزم و قلب مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يذكر فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون مع ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة مع مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مع ظرف كياس متعلق بيذكر متعلق بيذكر ظرف متعلق بيذكر فاعله فاعل نائب الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة فاعل مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. پس لم يذكر معه فاعله جملة فعلية صلة الموصولة لا محل له من الإعراب. لم يذكر معه فاعله صلة الذي موصولة لا محل له من الإعراب می باشد. و هو الاسم المرفوع این جمله ابتدایی لا محل له من الإعراب می باشد. این بود اعرابی و هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. بعد از این صاحب کتاب میگوید فإن كان الفعل ماضيا ضم اوله و کسر ما قبل آخره و ان كان مضارعا ضم اوله و فتح ما قبل آخره. اکنون فإن ترجمهش فإن كان الفعل ماضيا یعنی فعل معلوم رو چخیل مجهول میکنه. میگه اگر که فعل ماضی باشد ضمه کرده می شود اولش و کسره کرده می شود ما قبل آخرش. و اگر مضارع باشد فعل ضمه کرده می شود اولش و فتح کرده می شود ما قبل آخرش. پس این هست طریقه مجهول کردن فعل معلوم تا اینکه نایب فاعل بیا بعدش. اکنون میگه فإن كان الفعل ماضيا اعرابش فای فصیحه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. این حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط و الثاني جواب الشرط. پس این شرطی است دو فعل رو جزم میکند. یکمش فعل شرط است و دوم جواب شرط می باشد. کان میگن فعل ماضی مبنی علی الفتح فی محل جزم فعل شرط. این شرطیه که است فعل شرط الان میگه کان است فعل ماضی مبنی علی الفتح فی محل جزم است. برای چی؟ برای فعل شرط است. فعل شرط جزم می باشد به خاطر اینکه این حرفی شرطی جازمه می باشد. پس الفعل اسمی کان مرفوع علامت رفع ضمه الظاهره ماضیا خبر کان مرفوع منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. پس این بود کان الفعل ماضیا این فعل شرط بود. پس کلی جواب شرطش میگه ضم اوله ضم فعل ماض مغیر الصيغه مبنی علی الفتح فی محل جزم جواب شرط. این جواب شرط است. کان فعل شرط بود در محل جزم
ضمه در محل جزم جواب شرط است، بخاطر اینکه اینی حرف شرطی جازم دو فعل جزم میکند. اگر فعل مضارع باشه جزمش میکند، اما فعل ماضی باشه در محل جزم، اگر اسم باشه در محل جزم اعراب میشود. پس ضمه فعل ماضی مغیر الصیغه اولون نائب فاعل است. اول نائب فاعل مرفوع علامت رفع ضمه ظاهره، اول مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. ضم اوله این جواب شرط شد. و کسر ما قبل آخره، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، کسر فعل ماضی مغیر الصیغه مبنی علی الفتح، این عطف است در جای ضمه، یعنی در جای جواب شرط عطف است، عطف در جای ضمه. و ما قبل آخره، ما در اینجا ما موصوله هست مبنی علی السکون فی محل رفع نائب فاعل است، فی محل رفع نائب فاعل است. و کسر فعل ماضی مغیر الصیغه کنی نائب فاعلش اینمی ما موصوله نائب کسر می باشد، نائب فاعل می باشد. ما مبنی علی السکون، ما موصوله مبنی علی السکون فی محل رفع نائب الفاعل قبل ظرف مکان منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره، قبل مضاف آخری مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسره الظاهره، آخری مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیه. پس ما موصوله است کنی سیلش، زیرا اینکه موصوله سیله طلب میکند، کنی سیلش، پس میگیم قبل ظرف مکان متعلق بی ثبت یا استقر یا کان با فعل بگیرید، بگید که متعلق بی ثبت یا با استقر یا با کان میتونید که شما متعلقش بگیرید. پس انا همون ثبت یا استقر کانه که گفتید متعلق است این قبل، انا همون جمله فعلیه صله الموصوله لا محل لها من الاعراب می باشد. پس این قبل در اینجا متعلق با کائن نمیگیریم، متعلق با کسیره هم نمیگیریم، اینا متعلق با استقر یا ثبت یا با کانه میگیریم که پس همون اینا را افعال عموم میگن، ثبت و استقر و کانه، یکی از اینا رو میگیریم، نه هر سهشه، یا تا میره میگیریم اما فعل میگیریم، اسم گرفته کائنون گفته نمیتونیم، یا ثابتون گفته نمیتونیم، یا مستقرون گفته نمیتونیم، حتما باید فعل بگیریم به خاطر اینکه صله موصوله باید جمله باشد نه کلمه، اگر یک کلمه باشد نمیشود، پس باید جمله باشد و میشود. و باز یک کمی مشکلی قطعی، اگر که بگویی که قبل ظرف متعلق به کائن، پس کائن خبر مبتدای محذوف، پس مبتدای محذوف هازا کائنون، خلاصه گپ درازی بد میشود یا برای سرگیج کننده میباشد. برای خاطر بهتر و خوبترش بگید که متعلق به ثبت یا که به کانه و به استقر، جانتون زودتر خلاص میشود از اعراب این ظرفی که صله برای موصوله شده ایستاده است. این بود اعراب این. بعدش میگه و این کان مضارعا و حرف عطف، این عطف از جای کان در جای عطف میکند در جای اینه که در بالا هست بعد فای فصیحه فان کان الفعل ماضیا، در اونجا عطفش میکند. این حرف و شرط جازم یجزم فعلین، الاول فعل شرط یا که الاول فعل شرط و الثاني جواب شرط. پس کان فعل ماضی مبنی علی الفتح فی محل جزم فعل شرط و اسم کان فعل ماضی ناقص که است، اسم ضمیر مستتر تقدیره هو برمیگردد به فعل. مضارعا خبر کان منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. پس کان مضارعا این در محل جزم فعل شرط است. ضم اوله، ضم فعل ماضی مغیر الصيغه مبنی علی الفتح فی محل جزم جواب شرط، این جواب شرط است. پس ضم مغیر الصيغه فعل ماضی اول نائب الفاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، اول مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الکسر مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه می باشد. و فتح ما قبل آخره، و حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، فتح فعل الماضي مبني على الفتح، فعل الماضي المغير صيغه مبني على الفتح في عطف در جای ضمه، ضم اوله یعنی در جای جواب شرط. و ما موصوله مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل قبل ظرف مكان منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره، قبل مضاف آخر مضاف الیه، آخر مضاف الها مضاف الیه.
پس قبل ظرف که است متعلق به کان یا که به استقر یا به ثبت، صلة الموصولة لا محل له من الاعراب می باشد. پس این بود اعراب فإن كان الفعل ماضيا ضم اوله و کسر ما قبل آخره، و إن كان مضارعا ضم اوله و فتح ما قبل آخره. با همین اعراب این کلمات به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید و هو علی قسمین ظاهر و مضمر. و هو علی قسمین، واو در اینجا واو الاستئنافیه، واو استئنافیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. هو مبتدا، على حرف جر، قسمین اسم مجرور و علامت جر الیا لانه مثنى نیابه عن الضمه لانه مثنى و نون عوض عن التنوین فی مفرده. پس علی قسمین الجار و المجرور متعلقان بکائن، خبر برای هو، برای مبتدا. ظاهرین اگر کسره قطعی خوندیم، ظاهرین این بدل ای قسمینی می باشد، بدل بعض من کل. ظاهرین بدل المجرور مجرور و علامت جر الکسره ظاهره و حرف عطف مضمرین معطوف از در جای ظاهرین معطوف علی المجرور مجرور و علامت جر الکسره ظاهره. اگر ظاهرین خواندیم و مضمرین میخونیم. اما اگر ظاهرون گفتیم جایزه که ظاهرون و مضمرون بگیم و ظاهرون در این صورت خبر برای مبتدای محذوف است. تقدیر کلام احدها ظاهرون یا احدهما ظاهرون و ثانیهما مضمرون، این طور اعراب می شود. پس احدو مبتدا مضاف هما مضاف الیه و ظاهرون در اینجا خبری انمون احدو می باشد و مضمرون همچنین واو حرف عطف، ثانیهما ثانی مبتدا مضاف هما مضاف الیه و مضمرون خبری انمون ثانیهما می باشد. این دو وجهی خواندنش که ظاهرون و مضمرون. و سه وجه هم جایز است اما فقط در قبیله ربیعه، در لغت ربیعه جایز می باشد فقط مفعول بهی خواندنی ظاهرا و مضمرا، زیرا که بیان کردیم که قبیله ربیعه مفعول بهی به الف می نویسن، حالت نصب را به الف می نویسن نه با الف. اما جمهور با الف می نویسن، ظاهرا باید بعدش الف داشته باشد اگر به قول جمهور بگیری. اما به قول جمهور ظاهرا مضمرا خوانده نمی شود زیرا که الف ندارد، حالت نصب نیست. اما به قبیله ربیعه قطعی جایز است که ظاهرا بخونی مفعول به برای فعل محذوف که اعنی ظاهرا و مضمرا. در این صورت مفعول به برای فعل محذوف می باشد در قبیله ربیعه، فقط در قبیله ربیعه. پس این بود اعرابی و هو علی قسمین ظاهر و مضمرین، یا ظاهر و مضمرون یا ظاهرا و مضمرن. با همین اعراب این کلمات به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید فالظاهر نحو قولک ضرب زید و یضرب زید و اکرم عمرو و یکرم عمرو. پس این هست جمله ها برای ظاهر. پس میگه ظاهر مانند سخن تست که میگه ضرب زید تا آخر زده شد زید و زده میشود زید، اکرام کرده شد عمر، اکرام کرده میشود عمر. این بود ترجمهش. اکنون اعرابش فالظاهر فای فصیحه است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الظاهر مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، نحو خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، نحو مضاف قولی مضاف الیه، قولی مضاف الکاف مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. ضرب فعل ماض مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. زيد نائب الفاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. پس ضرب زيد مقولی قول می باشد، نحو قولی که قولی در اینجا مصدر است یعمل عمل فعله. ضرب زيد في جمله فعلیه فی محل نصب مقول القولی، در محل نصب مقولی قول می باشد. و یضرب زيد و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. يضرب فعل مضارع مغير صيغة مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة. زيد نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ويضرب زيد جملة فعلية عطف است در جای ضرب زيد
فی محل نصب مقول قول می باشد. و اکرم عمرو واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اکرم فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. عمرو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. و اکرم عمرو جملة فعلية في محل رفع في محل نصب عطف است در جای ضرب زیدون مقول قول می باشد. و یکرم عمرو واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. يكرم فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة. عمرو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ويكرم عمرو جملة فعلية عطف است در جای ضرب زید في محل نصب مقول قول می باشد. پس این بود اعراب جمله های فالظاهر نحو قولك ضرب زید و یضرب زید و اکرم عمرو و یکرم عمرو. با همین اعراب اینها به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید که والمضمر 12 نحو قولك ضربت و ضربنا و ضربت و ضربتی و ضربتم و ضربتم و ضربتن و ضرب و ضربت و ضربا و ضربو و ضربنا. پس این هست دومین قسمی نایب فاعل که مضمر می باشد. میگم مضمر 12 هست مانند سخنت که میگوی ضربتو تا آخر دیگه ترجمه اینها برای ما و شما معلوم است که ضربتو این زده شدم من و ضربنا زده شدیم ما تا آخر ترجمهش معلوم هست. خب اکنون اعرابش چی است؟ والمضمر 12 واو میگیم واو حرف العطف یکم اعراب عطف شده در جای الظاهر فالظاهر نحو قولک که بود اینجا در واو اگر حرف عطف بگیریم پس المضمر عطف شده در جای الظاهر فالظاهر عطف در اونجا می شود. اگر که واو را حرف عطفیه یا استینافیه بگیریم حرف استیناف در این صورت واو میگیم حرف الاستیناف یا حرف عطف هر دوش مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب می باشد. المضمر اکنون مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. اثنا خبر مرفوع علامة رفعه الالف نیابة عن الضمة لانه ملحق بالمثنى. اثنا ملحق بمثنى است. 10 مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. يبقى مثل همون اثنانی نونش که مبني على الكسر لا محل له من الاعراب است این 10 به مثل همون نون مثنى اثنانی می باشد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب هست این کلمه 10. بعد از این میگن نحو قولک. این را میتونیم بگیم نحو قولک میتونیم بخوریم نحو قولک. اگر نحو قولک گفتیم نحو خبر للمبتدا المحذوف تقدير الكلام ذلك نحو قولك. ذلك ذا اسم اشاره مبني على الفتح في محل رفع مبتدا لام لام بود و کاف کاف خطاب مبني محل له من الاعراب و نحو خبر یعنی همون ذلك هست مبني خبر نحو خبر یعنی همون ذلك است مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. نحو مضاف قولی مضاف الیه قولی مضاف الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه می باشد. این یک اعراب نحو اگر خوندیم. اگر نحو خوندیم نحو قولک در این صورت نحو مفعول به برای فعل محذوف است و تقدیر الکلام اعنی نحو قولک. اعنی نحو قولک اعنی فعل مضارع و فاعله ضمیر مستقره انا نحو مفعول به انا من اعنی منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره نحو مضاف قول مضاف الیه قول مضاف الکاف مضاف الیه می باشد. پس این دو وجه اعراب در اینجا جایز می باشد. بعد از این میگوید ضربت. ضرب فعل ماضی مغیر الصيغه مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل. في محل رفع نائب فاعل است. ضربت جمله فعلیه فی محل نصب مقولی قول می باشد. پیش گفتیم که نحو قولی این قول مصدر است یعمل عمل فعله پس ضربت جمله فعلیه فی محل رفع فی محل نصب مقول قول اعراب می شود. و ضربنا واو حرف العطف
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضربنا ضرب فعل الماضي مغير الصيغة مبني على السكون الاتصال بالضمير الرفع المتحرك. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربنا عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول قول می باشد. و ضربت واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وضربت جملة فعلية عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول القول. وضربتي واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضربتي ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على السكون الاتصال بالضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب. التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ضربتي جملة فعلية عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول القول می باشد. و ضربتما و واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضربتما ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على السكون الاتصال بالضمير الرفع المتحرك. و تما دو اعراب داریم. میتونیم بگیم تما ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعلی. این یکم اعراب آسان‌ترش همین است. و دویم اعراب تو التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعلی. ميم حرف عماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ألف مبني على السكون حرف دال على التثنية. حرف دال على التثنية دلت بر مثنی میکند. خلاص پس میم و الف اینها محل اعراب ندارند. پس ضربتما جملة فعلیه. این جملة الفعلیه در محل عطف است در مکان ضربتو در محل نصب مقول القول می باشد. و ضربتم واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضربتم ضرب فعل الماضي مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك. تم دو اعراب داریم. یکمش تم ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. این آسان ترش. اما اگر جدا کردیم میگیم التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل. و المیم حرف علامة جمع المذكر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. پس این علامت است و خلاص. پس ضربتم جملة فعلیه عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول القول می باشد. بعد از این و ضربتن ضرب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب. تن ضمير إعراب يكمش. تن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. این یکم اعراب. دویم اعراب تن را میگیم التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل. النون علامة جمع المؤنث لا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نون علامت جمع نسوه می باشد. پس ضربتن جملة فعلیه في عطف است در جای ضربتو في محل نصب مقول القول می باشد. و ضرب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نائب فاعل در تحت هو ضرب هو می باشد. پس ضرب جملة فعلیه عطف در جای ضربتو في محل نصب مقول القول. و ضربت واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضربت ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. این تا گفتیم فاعل شده نمیتواند زیرا که این علامت هست. علامت ها هیچگاه فاعل شده نمیتوانند. پس میگیم نائب الفاعل زیرا که ضرب مغیر الصيغه است. و نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي. ضربت هي. پس ضربت جملة فعلیه عطف در جای ضربتو في محل نصب
فی محل نصب مقول القول می باشد. و ضرب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. ضرب الفش در اینجا نائب فاعل هست. پس ضرب جملة فعلية معطوف على منصوب على محل المنصوب ضربتو في محل نصب مقول القول می باشد. پس در اینجا مؤنثش ضربتا می شود. ضرب مؤنثش ضربتا. اعرابش ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. التاء حرف علامة التأنيث مبني على السكون حرك بالفتحة لالتقاء الساكنين. پس میگیم الالف ضمیر متصل مبنی على سکون فی محل رفع نائب الفاعلی. پس اعراب ضربتا به این طریق می باشد. و ضربوا واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ضربوا فعل ماض مغير الصيغة مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. الفی که در آخرش هست الف فارقه اون محل اعراب ندارد. و ضربوا جمله فعلیه عطف در جای ضربتو فی محل نصب مقول القول می باشد. و ضربنا واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ضربنا ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك لا محل له من الإعراب. النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. ضربنا جملة فعلية عطف در جای ضربتو. پس میگیم ضربنا جملة فعلية في محل نصب مقول القول. عطف در جای مقول قول می باشد. عطف در جای مقول القولی می باشد. پس این بود اعراب والمضمر 12 نحو قولك ضربت تا به آخرش. پس به این طریق اعراب کرده می شود. پس این بود اعراب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. با همین این باب را هم اعرابش به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید باب المبتدأ والخبری. باب در مسئله مبتدا و خبر هست. انشاءالله این درس هفتم از سلسله درس های اعراب متن الآجرومیه را در اینجا به پایان میرسانم. این باب المبتدأ و الخبری را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از سلسله درس های اعراب متن کتاب الآجرومیه. پس درس در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.